از جانب تشکیلات بین‌المللی میسیای شرق در یکجایی با شریکانش لایحه‌های مسئولیت بیشتر، ظرفیت بهتر، دیگرگونی‌های عمیق‌تر، دستگیری سازمان‌های جامعه شهروندی برای رشد جامعه فراگیر در تاجیکستان و همزمان توانبخشی و دستگیری مشترک معیوبان و گروه‌های آسیب‌پذیر، رشد سازمان‌های جامعه شهروندی و پیشبرد آمادگی فراگیر اید به کاهش آفت‌های طبیعی در تاجیکستان در 6 شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد و ولایت خاطران عملی می‌گردد. لایحه‌ها قسمی برنامه معیوبیت و فراگیری میسیای شرق بوده بهر بلند برداشتن ظرفیت سازمان‌های جامعه شهروندی و بهتر نمودن تطبیق حقوق‌های کودکان و شخصان دارای معلولیت روانه کرده شدند. مسئولین هدف و اهمیت چاره‌بینی را بررسی تجربه و مشکلات موجوده در تطبیق مدل توانبخشی، مساعدت و بلند برداشتن ثمره‌ناکی و دسترسی برنامه‌های معیوبیت و فراگیری، تقویت همکاری میان ساختارهای دولتی و شریکان رشد در سطح محل ارزیابی نمودند. مدیر بخش خدمت‌رسانی اجتماعی و کار با اتحادیه‌های جمعیتی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ابراز داشت که این چاره‌بینی یک قدم مهم دیگر در راه تامین دسترسی برابر به خدمت‌رسانی‌های اجتماعی برای شخصان دارای معیوبیت و تقویت هماهنگسازی بین مقامات محلی و پیشنهاد کنندگان خدمت‌رسانی اجتماعی میباشد. شبکه منطقوی توانبخشی در سطح محل امکانات معاشرت و مبادله تجربه را در سمت معیوبیت و فراگیری فراهم می‌آورد. تحت سیاست خردمندانه اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان نسبت به دستگیری عموما شهروندان عزیز تاجیکستانمان بخصوص گروه های آسیب پذیر اهالی پیوسته تدبیرهای همه روزه اندیشیده و عملی می گردند. می خواهم اطلاع بدهم که هنوز از سال 2017 این جانب در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان شبکه ملی توانبخشی در سطح محل عمل می نماید. هدفهای اساسی این شبکه ملی توانبخشی در سطح محل پیش از همه از فراهم آوردن شرایط مساعد جهت پیشنهاد خدمت‌رسانی‌های اجتماعی، جهت پیشنهاد توانبخشی با راه و اصول‌های گوناگون با مقصد برقرار نمودن قابلیت‌های از دست داده شخصان دارای امکانیت‌های محدود و دیگر کاتگوری‌های آسیب‌پذیری که در حالت دشوار زندگی قرار دارند عبارت میباشد. راهبری برنامه آب، تازگی و بهداشت و کاهش آفت‌های طبیعی در تشکیلات بین‌المللی میسیای شرق تاکید نمود که تشکیلات بین‌المللی میسیای شرق شروع از سال 1997 این جانب در تاجیکستان فعالیت نموده ایستاده است و به هزاران نفر ساکنان شهر و دهات تاجیکستان در مسائل‌های گوناگون اجتماعی و اقتصادی کمک خود را می‌رساند. وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که در سطح ولایت‌ها همین بخش‌های شبکه توانبخشی در سطح محل تأسیس داده شوند و اینک با همین مقصد امروز ما در شهر خوجند قرار داریم و در این همایشی که از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد وزارت، نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان و رهبریت تشکیلات بین المللی میسیای شرق در تاجیکستان دایر گردیده ایستاده است، تأسیس همین بخش شبکه ملی توانبخشی در سطح محل می باشد. در جلسه مدیر شعبه حفظ اجتماعی اهالی ولایت سوغد معلومات آماری را اید به شخصان امکاناتشان محدود ولایت سوغد و همزمان دایر به خدمت‌رسانی‌های خدمات اجتماعی و دستگیری این قشر آسیب‌پذیر پیشنهاد نمود. بعداً دستاوردهای فعالیت لایحه میسیای شرق با شریکی تشکیلات‌های جمعیتی نوری امید شهر پنجکین از جانب کارمند میسیای وستوک رونمایی گردید. چاره‌بینی با قبول توصیه‌های مشخص برای فعالناکی شبکه‌های توسعه یافته و عملی سازی منبعد مدل توانبخشی در سطح محل به انجام رسید.